تو این ویدیو قراره نژادی رو بهتون معرفی کنم که به همه ثابت کرده غول‌پیکرترین و پرطرفدارترین سگ ایرانه. این سگ نژادی نیست جز پرشین مستیف یا همون سرابی. سلام همه دوستان عزیز، رکسر هستم و تو این ویدیو قراره درباره تاریخچه، خلق و خو و نگهداری این سگ غول‌پیکر اطلاعات بیشتری کسب کنیم. فقط قبل از شروع ویدیو ازتون میخوام این پست رو لایک کنید، ذخیره کنید و اگه دارید از اکسپلور یا هشتگ این ویدیو رو میبینید حتما پیجمون رو فالو کنید، چون قراره با کمک همدیگه تمامی نژادهای دنیا رو بشناسیم و راجع به اونها اطلاعات بیشتری داشته باشیم. حاشیه نمیرم، بزن که بریم. نژاد سرابی سگی قدرتمند با اصالت ایرانی که قدمتش به ایران باستان برمیگرده و در کشورمون خیلی پرطرفداره. جزء گونه‌های سگ‌های ماستیف محسوب میشه و به همین خاطر بعضی سگ سرابی رو به اسم پرشین ماستیف یا سگ ماستیف ایرانی هم میشناسن. به طور کلی ماستیف ها به جثه بزرگ، بدن عضلانی و قدرتمند و پوزه آویزونشون معروفن. البته سگ سرابی نسبت به بقیه نژادهای ماستیف پوزه جمع و جورتری داره و فقط لب پایینش یک مقدار آویزونه. زادگاه اصلی سگ سرابی سراب آذربایجانه که منطقه نزدیک به اردبیل و از اونجا به همه جهان رفته. و حالا میخوام با تاریخچه این نژاد شروع بکنم. ببینید دقیقاً مشخص نیست که نژاد سرابی از کجا و کی در سراب ایران پیدا شد، ولی نظریه ها میگن که این نژاد از سگ‌هایی که آشوریان توی منطقه بین‌النهرین حکمرانی میکردن مشتق شد. ایرانی ها بین همسایگانشون به داشتن قدرتمندترین سگ‌ها معروف بودن و حتی گفته میشده که اونها سگ‌های ماده‌شون رو به حیات وحش و جنگل‌ها میفرستادن تا با ببرها جفتگیری کنن. البته الان علم ثابت کرده که همچین چیزی ممکن نیست، ولی این ماجرا قدرت بالای سگ‌های ایرانی که منجر به همچین شایعاتی شده بوده رو از سالهای دور نشون میده. نقش سگ‌های سرابی در ایران باستان به قدری مهم بوده که حتی یک مجسمه بزرگ از این سگ توی کاخ آپادانای تخت جمشید پیدا شده. امروز این مجسمه توی موزه ایران باستان نگهداری میشه که میتونید برید اونجا و از دیدنش لذت ببرید. متاسفانه یک اتفاق بدی که برای این نژاد افتاده اینه که به خاطر قدرت بدنی زیاد و غول‌پیکر بودنشون افراد زیادی سعی کردن تا با نژادهای مختلف ترکیبشون کنن تا شاید بتونن نژاد غول‌پیکرتری رو به دست بیارن، تا جایی که امروز سگ سرابی اصیل کمتر پیدا میشه و به مرور قدرت بدنیشون هم به خاطر ترکیب شدن با نژادهای دیگه و پیدا کردن مشکلاتی مثل کج شدن استخوان‌هاشون کمتر شده. سگ سرابی طوری پرورش داده می شده تا بتونه آب و هوای نامعتدل، کمبود غذا و شرایط سخت رو تحمل کنه. برای همین با زندگی در هر دمایی میتونه کنار بیاد، ولی هوای سرد رو بیشتر دوست داره، چون همونطور که گفتیم از یک منطقه سرد به اسم سراب اومده. موهای سگ سرابی از دو لایه تشکیل شده. لایه کوتاه زیرین که عایق هوای گرم و سرده و لایه بلند رویی که از خیس شدن پوستشون و یخ زدن احتمالی جلوگیری میکنه. حالا شاید این سوال براتون پیش بیاد که طول عمر این سگ چقدره. ببینید عمر سگ به موقعیت زندگی و کیفیت غذاشون بستگی داره، اما به طور کلی گفته میشه سگ‌های سرابی بین 12 تا 15 سال عمر میکنه. و حالا میرسیم به خصوصیات ظاهری این نژاد. فقط قبلش باید بگم که سگ سرابی شباهت خیلی زیادی به سگ کانگال داره. شاید علتش هم این باشه که محل تولدشون هم خیلی به هم نزدیکه. سگ کانگال اصالتا مال ترکیه است، ولی تفاوت‌هایی با هم دارن که قابل تشخیصشون میکنه و میتونید با استفاده از این مشخصات و مشاهده ظاهر سگ سرابی این نژاد رو تشخیص بدید. گفته میشه اجداد اصلی سگ‌های ماستیف و حتی نژاد سرابی سگ تبتی هستش. اگرچه این ادعا به صورت رسمی ثبت نشده، اما از نظر فیزیکی و رفتاری شباهت‌های زیادی به سگ ماستیف تبتی داره. بدن قوی و عضلانی، سایه تیره روی گوش‌ها و صورت، چشم‌های بادونی شکل، رنگ چشم‌ها زرد تیره و کهربایی، پوزه‌ای نسبتاً آویزون، پشتی صاف و مسطح، پاهای قوی و درشت استخوان، دمی کلوف و داسی شکل از خصوصیات ظاهری این نژاد قدرتمند محسوب میشه. قدشون در نرها بین 81 تا 89 سانتی متر و در ماده‌ها بین 71 تا 81 سانتی متر. وزنشون در نرها 65 تا 90 کیلوگرم و در ماده ها بین 50 تا 70 کیلوگرمه.
با توجه به تغذیه مناسب و وضعیت ژنتیکیشون میتونن سنگین‌تر هم باشن. مثلا بزرگترین سگ سرابی نر تا 100 کیلوگرم هم میتونه وزن داشته باشه. خب راجع به همه چیز صحبت کردیم الا ویژگی‌های رفتاری این سگ زیبا. سگ سرابی از قدرتمندترین نژادهای جهانه و سگ گله محسوب میشه. قدرت پوزش برای گاز گرفتن بی‌نهایت زیاده و در اصل برای نگهبانی از دام‌ها در برابر مهاجمینی مثل گرگ و خرس در کنار چوپان‌ها قرار می‌گرفته. سگ سرابی به صاحبش بی‌نهایت وفاداره و حرفشنوی زیادی داره. البته اگه به عنوان تجربه اولتون دارید پروسه انتخاب سگ رو طی می‌کنید، سگ سرابی به خاطر روحیه جنگنده بودنش اصلاً انتخاب مناسبی برای شما نیست. سگ‌های سرابی نسبت به غریبه‌ها بدبینن، در مواجهه با اونها بد اخلاقن و تا اعتمادشون جلب نشه در حالت آماده باش باقی میمونن. همونطور نسبت به تغییرات محیط خیلی حساسن و عکس‌العمل زیادی نشون میدن. وقتی حیوانی بهشون نزدیک میشه یا احساس خطر میکنن، با واقع‌های بلند خودشون همه رو متوجه خطر میکنن و به همین خاطر در کار خودشون که نگهبانی محسوب میشه بسیار عالی عمل میکنن. این نژاد برای نگهداری در آپارتمان اصلاً پیشنهاد نمیشه، چون به یه عالمه فضای باز احتیاج داره. ولی اگه حیات بزرگی دارید میتونه برای تخلیه انرژی روانی و فیزیکی سگ سرابیتون مناسب باشه. در کل پیاده روی‌های طولانی و فعالیت زیاد توی ذات این سگه و بی‌تحرکی باعث عصبانیت، اضافه وزن و در نهایت کوتاه شدن عمرش میشه. نژاد سرابی چه بخواد به عنوان سگ نگهبان نگهداری بشه و چه به هر دلیل دیگه‌ای باید از طولگی آموزش‌های لازم رو ببینه و به درستی تربیت بشه تا در بزرگسالی تعلیم پذیر باشه. بنابراین از همون لحظه‌ای که طول سگ سرابی رو به خونه میارید باید تربیت و آموزشش رو شروع بکنید. یکی از مهمترین قسمت‌های تربیت یک سگ سرابی اینه که در طولگی شجاع و خوش برخورد بارش بیارید، به خصوص اگه قرار نقش یک سگ نگهبان رو بازی کنه. یک سگ نگهبان باید تفاوت بین افراد مهاجم و غریبه رو با اعضای خانواده و صاحبش درک کنه و رفتار مناسب با هر کدوم رو یاد بگیره، وگرنه به همه تهاجم میکنه و حمله ور میشه. سگ سرابی برخلاف جثه بزرگش نژاد کم خوراکی محسوب میشه، ولی لازمه که غذای با کیفیت بهش برسه، چون جثه عضلانیش نیاز به پروتئین قابل هضم بالا و غذای خوب داره. برای تغذیه سگ سرابی میتونید از غذای خشک مخصوص سگ‌های نژاد بزرگ استفاده کنید. اینطوری میتونید مطمئن بشید که همه ویتامین‌ها، پروتئین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز به بدن سگتون میرسه. خیلی از سگ‌های سرابی به خاطر بدن عضلانی و قدرتمندشون و روحیه جنگ طلبی که دارن به عنوان سگ‌های مسابقه‌ای تربیت میشن. محبوبیت این سگ‌ها در زمین مسابقه علاوه بر قدرت بدنیشون به خاطر موهای ضخیمشونه که از زخمی شدن و خونریزی حیوان جلوگیری میکنه. این مسابقه‌ها توی خیلی از کشورها غیرقانونی هستن، ولی سگ‌های سرابی در افغانستان و پاکستان به عنوان سگ‌های جنگی وارد میدون میشن و مبارزه میکنن. یادمون باشه این سگ‌ها به خاطر ذات جنگنده‌شون تا پای جون مبارزه میکنن و کسب درآمد از این کار کاملا برخلاف اخلاق و انسانیت. خب همونطور که گفتیم خیلی این نژاد رو با کانگال مقایسه میکنن. حالا در انتهای ویدیو ازتون میخوام بپرسم به نظرتون کانگال قوی تره یا سرابی؟ حتما نظرتون رو کامنت کنید و همین دیگه. دمتون گرم، خیلی مخلصم.